سلام دوستان، بریم که برای اولین بار تو کتابخونه دانشگاه جدیدم با همدیگه درس بخونیم. الان ساعت 6 صبح، 6 و 5 دقیقه اگر هنوز و بریم که روزمون رو شروع کنیم. از اونجایی که خانواده همچنان 6 صبح خواب بودم، برای همین صبحونم بردم اتاقم که تو آرامش و سکوت صبحونم رو بخورم. من صبح عادت دارم همیشه یه صدایی تو گوشم باشه، از موسیقی بی کلام گرفته تا کتاب صوتی و حتی پادکست. هرچند این اپیزود از رختکن بازنده ها رو اصلا دوست نداشتم. در حال ذوق کردن برای بخشه در حال خوش شدنمون. البته هنوز کامل خوش نشده. این گل روز قشنگ رو ببینین. اینجا منتظر بودیم تا سرویس بیاد و خداییش هوا سرد بود. ویو ابدی فقط ویو دانشگاه آزاد نجف آباد، فقط اون بیلبوردی که برای جدیدالورودا گذاشتن. چقدر گوگلی. از طرز راه رفتن دانشجوها میشه فهمید چقدر به کلاس اول صبح علاقه‌مندن. کارت زدن یادمون نره. این دفعه برخلاف همیشه با اتوبوس دانشگاه رفتم، چون که کیفم واقعا سنگین بود و نای راه رفتنم نداشتم. اینم یه ویو قشنگ از محیط داخل دانشگاه. حتی شهیدای گمنام عزیزمونم اونجا پیش ما هستن. اینم دانشکده پزشکی، پرستاری و مامایی در خدمت شما. میریم که بریم سمت کلاسامون که طبق معمول زودتر از همه میرسم و با یه کلاس خالی روبرو میشم. کلاس اولمون اپید بود و به طرز عجیبی یه عالم غایب داشتیم. کلاس دوممون حواس ویژه بود که به طرز وحشتناکی سخت و البته یه ذره ترسناک بود. بریم یه علی کافه بزنیم که شارژ بشیم. خدایش اینجا خیلی سعی کردم خودم رو نسوزونم و تونستم. بطریمونم آب کنیم که تو کتابخونه آب سرد کنی در کار نیست. به رسم شاهین شهریار ریبون رو زدم به چشمم و رفتم که برم سمت کتابخونه. تا رسیدم تایمر رو روشن کردم و برو که بریم. یه ساعتی بود داشتیم درسمون رو میخوندیم که یهو خوابم گرفت و یه 20 دقیقه سر میزم خوابیدم. اینجا سعی کردم یه ذره اکتیوتر درس بخونم. برای همین مدام عکسای داخل جزوه‌مون رو توی گوگل سرچ میکردم و سعی میکردم جزئیات بیشتری رو پیدا کنم. این روند تا ساعت 3 ادامه داشت که مسئول کتابخونه گفت کیش کیش برین خونه‌هاتون، میخوام کتابخونه رو ببندم. هم ناامید وسایلامون رو جمع کردیم و رفتیم که بریم خونه هامون. دیگه اسنپ زدیم و رفتیم که بریم خونه‌مون. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودین.